رستورانایی که غذا میخورید گوشت چرخ کرده میخرید تولیدش اینجا. سردخونه چیه؟ کجا سردخونه؟ سردخونه برای کیه؟ چه این شکلی میاری؟ سردخونه برای کیه؟ برای چه این مدلی میاری؟ مگه نباید یخچال داشته باشه؟ با وانت. امانت چی آورده اینا رو؟ با این شرایط، با این شرایط غیر مجاز. سردخونه خراب. مگه نمیگه خرابه؟ اینا پس چیه توشه؟ اینا باید امانت مال کسی میاد بیاره خود بخوده. قرآن میاد به همه گوشتای چرخ کرده و پلو جگر که فریز کرده باز دوباره اون تموم. طی اطلاعات ورود پیدا کردیم در یک منزل مسکونی 5 تا الاغ همینجا سر بریدن و در سطح شهر عرضه میکنن. جای بسی تأسف دارن. گوشت چرخ کرده جلوی مشتری چرخ بشه، درسته؟ خب الان که شما برداشتید گوشت چرخ کردی، ظرف کردی، یعنی چی؟ کار غیر قانونی انجام بدی، درسته؟ خدایی نکرده دور از جونتون یه آدمی که باشه متقلب باشه، من اینجوری میخوام تشخیص بدم وقتی چرخ میشه گوشت. قبلا به شما نگفتن اینو؟